سلام و درود، من محمدم و خوش اومدید به یک ویدیو دیگه. این ویدیو چمپیون واردزه، به علاوه کلی استور پک و دوتا هم هیرو آپگرید گذاشتیم تو این ویدیو. ببینید لذت ببرید. لیتس گو. خب آقا اینم از پیکای تیم اصلی. بزنیم ببینیم چی میشه. کانسلو خوبه. کانسلو 86. یه دونه فادر هم به ما بدی. مرسی 90. کریم عالیه واسه فادر. این ور دیگه 9 تا وین شده دیگه، کارش نمیشه کرد. 2 تا پیک بیشتر نداره. در واقع 10 تا وین بوده ولی خب یه دونه نبردیم دیگه. ریر پلیر پک جرمنی سی بی آتاشخال. برو بعدی. حالا آرتیجی رو میبینید که چه فرقی میکنه. من هنوز آرتیجی رو نزدم ولی بزنم متوجه میشین چه فرقی میکنه. التیمیت پک بابا 84. اینجا اصلا من هیچ امیدی ندارم هیچ وقت، چون میدونم که هیچی نمیده. زیاد چیز خوبم بده زیاد هیجان زده نمیشم دیگه. این یه دونم 85 پلاس داره، اونم بزنیم ببینیم واکاوت میده اینجا ایشالله یا نه. آلمان CAM ماگولیا موسیالا نه ماگوله. یه 87 داد کلن تو اینجا. یه 87 در آوردیم. حالا بریم سراغ RTG. اونجا بهتون نشون میدم چه خبره. اونجا 11 تا وین داریم. خب آقا اینم از بازی آخر توی RTG که اگه این آقا اجازه بده میخوایم لف بدیم که برسیم به 11 تا وین. من 2 تا بازی مونده بود دیگه لف دادم که برسیم به 11 تا وین. رنک 5. علی آقا برو نوش جونه. تالش تهران ایران. خدایی به ایرانی میرسه. خب حالا ببینید اینجا چه فرقی میکنه. هنوز پکاشو واقعا نکردم من. ببینید که پک من هنوز واقعا نشده. رنک 5. 3 تا پیک 1 از 4 داریم. بریم ببینیم چه جوری میشه. پیک اول مرسی 89. همین الان دبلیو نسبت به اون یکی. اولین پیک 89. دومی کامان 87 کارت هفته. 87 کارت عادی. 87 کارت هفته. عالی. اصلا این میشه بازیش هم بدی. LB خوبی میشه اگه بوندسلیگا باشیم. و 84 ضرب در 4 بعدی که 89 میده. این هم خانم است که باگ داره نمیتونیم باش بری تو بازی. 2 تا 89 یه 87. خداییش از رنک 1 خیلی هایی که من میبینم پیکا بهتر بود، با اینکه توش چیز اسپشیال خاصی نبود ولی خب بهتر بود. خب آقا یه گونی ما اینجا پک داریم. یه سری 82 ضرب در نمیدونم 5 و 83 ضرب در فلان از اینجور چیزا داریم. التیمیت پک و ریر پلیر پک چمپیون رو داریم. یه جامبو ریر پلیر پک داریم به خاطر 50 تا وین چمپیون تو RTG. و از این ریر الکتریومه شروع میکنیم. خب این که 83 فکر کنم اون زنه است. نه خودش درسته. 81 ضرب در 2. اون پکای چمپیون رو سعی میکنم آخرش بزنم. حالا ببینم چی پیش میاد دیگه، هر جوری که مایل بودم. 83 ضرب در 2 رو بزنیم ها. 83 ضرب در 2. اسپانیا CM یه پوتلاس دیگه. کامان نه پدریه ولی خب بازم خوبه. 83 ضرب در 2 بود فکر کنم. 86 داد. عالیه. این دبلیو واکاوت. 2 تا هم بارسایی داده. صفا باشه. من بارسایی زیاد دارم تو این تیمم. خب بعدی 84 ضرب در 2 رو یکشو بزنیم یا تریدا رو بزنیم. تریدا رو بزنیم. آها مدلدار RW اسپانیا رئال کیه این؟ او یس خانم آتنا انیا. واکاوت نیست نمیاد بیرون. پشتش هم کسی نیستش ولی خب همین که یه تصویر اسپشیال کارت میبینیم خیلی خوبه. قیمتی هم فکر کنم نداره. اونجوری که من آخرین بار چک کردم همون کویکسلشه. 10 تا 15 تا 10 و 370 کویکسلشه. 14 و نیم 11 تا بیت خورده فکر نمی کنم دیگه. همون طرح همون 14 13 14 تا.
ولی بازم خب هم که یه تصویر این مدلی دیدیم خودش خیلی خوب. التیمیت پک کامان اسپانیا CDM یس بالاخره التیمیت پک ها جواب میده، واکاوت میده، دابل نبود ولی واکاوت میده. رودری التیمیت پک های هفته های قبل، اون یکی اکان که دیدین 84 داد، هفته قبل هم همینجوری بود 84 بود 89 ما نمیدیدیم توش. عالی. الان 89 فکر کنم از که 40 کار دیگه پشتش کوچولو موچولو هیچی نی. نه منم بدیم بالا. 84 زیاد داد ولی 84 فروشی خوبه. خب دیگه باید بریم سراغ پک های کتکلوف. 84 ضرب در 2 آلمان CAM ماگول ندی دوباره. ای بابا کاش هم ماگول میدادی. این کیه دیگه؟ پس 84 ضرب در 2 تا 84 میده. خب چرا اصلا این پک ها رو میدی که این کارو بکنی؟ اینا رو نگاه، این دوتا هم دیگه چه لینکی میدن. اونور دوتا بارسایی، اینور دوتا دورتموندی. این البته پرفکت لینک بودن. یه 84 ضرب در 2 دیگه. کامان یه چیزی بده، واکاوت چیزی. LB یس رابرتسون یس دابل واکاوت. نو رابرتسون هم خوبه. 84 ضرب در 2 اونور دیدی 84 بود. یه دونه واکاوت هم جوابی. 85 هم پشتش بشه. نه دیگه 84 اوکی. 85 ضرب در 2 یا جامبو آها آلمان CDM کیمیچ یس. چه خبره امشب؟ هر چی میزنی واکاوته. بله دابل واکاوت نیست ولی واکاوته. کیمیچ انشالله 85 ضرب در 2 دابل واکاوت هم میبینیم. پشتش هم یه مندی، یه تئوی، یه بالاخره. کامان نه پشتش هیچ خبری نیست. نکست. این دیگه پک ها بده بزنیم. CB نه این کیه دیگه؟ دابل واکاوت یس دابل واکاوت میده ما. ببینیم میده به ما یا نه. یه چیزی مارکینیوش چیز خوبی نیست بکنم، بیشتر از 20 نره ولی خب مارکینیوش خوبه. راضیم از اینکه دابل واکاوته و 2 تا 86 هم نیست، یه نیم ریت بالاتر، یه تک ریت بالاتر. اوکی اینم جایزهای RPG. دیدید چقدر فرق می‌کرد RPG و چیز؟ پس باور کنید که وجود داره. یه سری اکانتا اینجوری ان، یه سری اکانتا اونجوری ان. پرومو تریپل فرت اینجاست و اینکه پک های زیادی واسه روز اول نداده. بازیکنایی که توش داده بازیکنای خوب شناخته شده ای نیستن ولی بازیکنای متایی ان. یعنی یه سری بازیکنای متا با یه سری بازیکنای به درد نخورن. در واقع هیروهاش واقعا خوبن. یعنی اگر هیرو بتونید توی نفت پک کنید عالیه، چون هیروهای خوب درصدش خیلی بیشتر از هیروهای بعدشه. 3-4 تا هیرو خوب داره. 2-3 تا SPC خیلی خوب اومده امشب. بریم ببینیم چی میزنیم. اولش یه دونه 83 ضرب در 3 خودش بهمون داده. از این شروع میکنیم بریم سراغ بقیه‌اش. لیتس گو. خب این کارت عادی استی نیست و آیا اودگارد دابل واکاوت هم نیست. نکست. سریع ردشیم بریم. همین که واکاوت داد خودش خوبه. یه واکاوت عملا مفت. سالیبا یه زمانی چقدر پولش بود. اوکی یه پک کوچولو داریم به اسم اسنشیال سیزن اوپنر پک. ببینیم چی میده بهمون دیگه. کامان یه 85 بکار خوراک SBC. 84 شدی سلطان؟ چقدر افت کردی؟ او پیکاش خیلی خوبه. اینا قیمتی نداره پکاش ولی پیکاش خیلی خوبه. 2 تا بیس هیرو، بیس آیکون گفتش هم دارم. فیگور رو بده بیاد. خب یه دونه بیس هیرو هیچ کدوم به درد نمیخوره. روسیچکی رو برمیداریم. اینم یه 86 پلاس قرضیه که بله 2 تا 86 میده. اوکی از این اسنشیال 2 تا داریم. جالب. کامان استی نه این کیه دیگه؟ 84 خانم دودک. بله پیک بده. پیک چیز خوب بده.
اول از همین 86 شروع کنیم. خسته نباشی. هیرو کیول بد نیست. آیکون کامان. ای بابا اینو من کارت جدیدشو دارم، اینم که مفت نمیارزه. نکست. خب دیگه بریم سراغ اون پک اصلیه. 34 تا آیتم داره توش، 33 تا رر گلد میده، 3 تا گارانتی 84 به بالا، یه دونم که پیک داره، زیر 1% احتمال هیرو زدن داره، 13% امکان تریپل ترت داره. بزنیم ببینیم چی میشه. کامان. خب این که هیچی نیست، پرچمش هم که آمریکاست، هیچی نیست. واکاوت هم که نیستی دیگه. واکاوت چرا؟ واکاوت خانم هوران دستش درد نکنه. پشتش کوچول موچول، هیچ خبری نیست. نه بریم سراغ پیکش هم بزنیم. کیو میشه برداشت اینجا که به درد بخوره؟ این فکر کنم به بقیه به درد بخورتر بشه. آقا یه دونم پریمیوم گولد پلیر بزنیم. کامان. نه دیگه این چه پرچمی، خجالت بکش. خب اینم که هیچی نداشت. خب یه پیک تیم آف دی ویک هم بزنیم دیگه، کاملش کنیم ویدیو رو، ببینیم پیک جدیده توش چیا میده. کامان. لوتارو مارتینز بد نیست، اینم خوب ولی ریتش بالاست دیگه. الانم که پوتمش اومده و یه بار قبلا اینو زده بودم. خب آقا یه دونه 83 ضرب در 3 دیگه هم ببینیم. این دیگه مال آر تی جی، اینجا پک اضافه نداریم، همینه. کامان. بلژیک ال ام. نه دیگه 84 چرا؟ یه واکر بده بغلش برو خدا. هیچ خبر نیست. اینم از خب آقا یه سری پک هم داریم که توی اکانت اصلیه. من دیگه اعصابم خورد بود اونجا، بازی آخرش اونجوری شد دیگه یادم رفت بزنم. اونا رو هم اینجا بزنیم. بعد دوتا هم استور پک داریم، دوتا استور پک هم قبل داشتیم، اونا رو هم وایسین که ببینید. اونا خیلی پک های بهتری نسبت به اینا. کامان. فرانسه استی، پاریس سن ژرمن. ای بابا عمرن هیچ وقت پاریس سن ژرمن نیست. آی لاکازت از 82 ضرب در 2. مرسی. 2 تا 83 ضرب در 2 دوباره. انگلیس ال ام. نه پاپ 84 83 ضرب در 3 دیگه بده دیگه. برزیل دبلیو. نه دیگه 84 چرا آخه؟ ستنی دوتای دیگه 83 دیگه 100%. میبینین فرقو؟ بله دیگه تو این یکی که نمیتونی 83 بدی، ولی تلاش تو بکن. کامان. پرومو کارت نمیدی؟ آلمان سی ام کروس گندوغان دابل نیست. نداره باز، حداقل یه واکاوت داد. دوتا دیگه 84 درسته؟ یه واکر باشه توش چی میشه؟ نه 54 خداییش دیگه انقدرم بد نیست. خب دیگه آقا بریم سراغ این پک های خوشگل. واقعا خوشگلن. هیچ سالی ما پک این شکلی مدل دار نداشتیم. پک ها کلا دو مدل بودن، یا زرد بودن یا حالا مثلا یه ذره مشکی طوری فلان. پارسال چند تا مدل دار پک اضافه کرده بود که سفید و فلان بودن، ولی پک این شکلی دیگه خداییش خیلی خوشگله. پریمیوم تریپل ترد پک چی داره توش؟ 63 تا رر گولد پلیر داره، 3 تا گارانتی تو بی 85 پلاس، 2 تا قرضی هیرو بهمون میده که انشالله توش جینولا میزنیم و یحیی، و اینکه 63 تا هم گلد رر داره. عرضم خدمت شما که 21 درصدمون، یعنی 42% احتمال اینکه توش یه دونه کارت اسپشیال بزنیم هست. کامان که نزدیم. انگلیس آربی آرنولد دابل یس. یه دومی بده که لذتشو ببریم ها. بیا بیرون ببینیم. ای بابا تو هم که تو همه پک ها هستی برناردو سیلوا، هر پکی میزنیم تو یه گوشاشو گرفتی. یه دابل واک اوت بود.
خیلی بیشتر بود، 4 تا واکاوت بود. 85 84 چیز به درد بخور نداریم. کمان اینو میگن خیلی خوبه، من به خاطر همین دوبار برش میدارم. بشه 18 تا بازی. کمان یه یحیی جینولا مجبوریم دیگه گوو رو برداریم. خب دیگه آقا بریم سراغ این آخرین پک برای ویدیو و دیگه بهترین پک که تو این هفته ریلیز کرده EA. 33 تا ریر گولد پلیر داره که همه 83 به بالان و 3 تاش 86 به بالان، یعنی این پک قراره خیلی پک جالبی باشه. و عرضم خدمت شما که 3 تا هم پیک هیرو داریم، یعنی 33 تا 83 پلاس داریم که 3 تاش 86 پلاسن، 3 تا هم که پیک داریم. درصداش هم که 35 به نظر میاد پک خوبی باید از آب در بیاد. قیمتش هم 333 3000 تا FC پوینت. بزنیم ببینیم چی میشه. کامان آهان مدل داره استی. این کیه؟ این که چیزه اوسیمنه، پشتش کارت هفته است. تو رو خدای کارت هفته خوب، کارت هفته خوب چی داریم این هفته؟ بانزا یعنی یه 88 یه 86. پشمان با من خیلی انتظار از این داشتم. کامان پشتش چیه؟ اوه چه خبره. اوه فادری ببین یعنی میسازه. چی ساخت؟ چند تا واکاوت داده؟ یه دونه که این پشت ترنتو داریم. آره 86 اینا که 84 هن. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 تا واکاوت توش بود. پشمام. از لحاظ فادری خیلی خوبه، ولی از لحاظ ارزش بازیکن‌ها بلینگام اگه کارت هفتش نبود خیلی خوب بود، ولی کارت ماهش که ولی خب کارت ماهش رو همه پر کردن و دیگه بقیه‌شون هم که همه فادرن، ولی واسه یه نفری که میخواد SPC پر کنه خیلی چیز خوبیه. 3 تا پیک داریم، اینا رو رد کنیم برن. اینا هم که فروشی مروشی توشون نیست، یه دونه اینه. خب کامان یه دونه یحیی بده دیگه، چرا مقاومت میکنی؟ کویت هم برداریم شاید لازمه باشه. بعدی یحیی جینولا مورینتز برداریم، یعنی کامان یحیی جینولا، یعنی همون ستاره هی داره تکرار میکنه دیگه. من گوو رو برمیدارم این دفعه. آقا امشب EA یه دونه هیرو آپگرید داده، بیس هیرو آپگرید داده که هیچ سقفی نداره دیگه. 87 این داستان نیست، یعنی از بهترین تا بدترینشو میشه زد. بریم بزنیم ببینیم چجوریه. کامان کشور انگلیس آربی اسکات خانوم است. بله این فکر کنم تو قبلی هم که میشد بزنی و فکر کنم ارزون ترین و به درد نخورترین کارتی باشه که میشه تو این هیرو آپگرید زد. خب آقا این هم مال RTG. بریم ببینیم اینجا بزنیم چجوری. اونجا که دیگه بدترین آپشن ممکنه بهمون داد. یه دونه 85 آربی خانوم داد به نام اسکات. بیس هیرو آپگرید. کامان پرچم خوب. هلند CAM نه. کارت جدیدش بود خوب بود، ولی این هی خدا کارت جدیدش خدای خوبه. اینم خیلی خوبه به عنوان یه دونه هافبک تعویضی بیاریش، ولی قیمت اینم همون 20 خورده ایه، اونم همون 20 خورده ای بود. خب امروز که چیز خوبی از اینجا داشت نکردیم. مرسی که ویدیو ما رو نگاه کردین. لایک و سابسکرایب توی یوتیوب فراموش نشه. کامنت بذارید، من همه کامنت ها رو میخونم تا جایی که بتونم همه رو جواب میدم. و اینکه توی اینستاگرام فالو کنید منو، اونجا خیلی راحت تر میتونیم صحبت کنیم. و اینکه خب یه سری کانتنت ها توی اینستاگرام میذارم که توی یوتیوب هم نیست و بالعکس جفتشو داشته باشین خب خیلی بهتره. و مرسی.